قال امیر المؤمنین علیه السلام ان حوائج الناس الیکم نعمت من الله علیکم فاغتنموها. حضرت امیر علیه السلام فرمودند که نیازمندی مردم به شما، احتیاجات مردم به شما، اینها جزء بزرگترین نعمتهای پروردگار به شماست. این فرصتها رو غنیمت بشمرید. این فرصتها مثل ابر گذرانه، خیلی سریع عبور میکنه. بتونیم هر نیازی که از هر کسی سراغ ما اومد توی اسرع وقت برطرف بکنیم انشاءالله. خیلی دلتنگ شده بودم در این مسیر. خیلی دوست دارم امام حسین. امام حسین خیلی دوستش دارم. خیلی امیدوارم هر جوونی که نیومده درک کنه این دوست داشتن رو. دوست داشتم با امام حسین حالا پیشم باشه. دوست نداشتم شهید شه. از امام حسین میخوام یه زور آقا از همون زمان زودتر بیاره ما از دست این اسرائیل ها راحت کنه. یا امام حسین یه دردی داریم هممون به اسم کبر. امیدوارم تا به مقصد میرسیم این درد رو از ما درمون کنیم. و الحسین یجمعنا فی خدمته. به برکت خود شهدا تا اینجا اومدیم، فکرش هم نمی‌کردیم. و حسین جنس غمش با همه فرق می‌کنه. از آقای امام حسین میخوام باز من بنده روسیاه و گناهکار درگاه خدا را قبول کنه. رعایت امام حسین. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام محضر همه شما بیننده های عزیز و بزرگوار و گرامی. تسلیت عرض میکنم این ایام رو، ایام 40 سید الشهدا علیه السلام رو ما توی عمود 1120 استدیوی موکب خدام الحسین علیه السلام هستیم. حال و هوای عجیبی اینجا حاکمه. دعا میکنم همتون انشالله یه روزی این طریق نجف به کربلا رو ببینید. حال و هوای خاصیه. توی تعاریف، توی جملات نمیتونیم بیاریمش. اگر الان تصاویر رو پشت سر من ببینید، مراسمی برقرار بوده توی موکب خدام الحسین، معارفی رو شنیدیم، عزاداری شروع شده. الان یکی از اون سنت ها و یکی از اون عزاداری های سنتی داره برگزار میشه. چارپای خانی، اونم کجا؟ توی طریق نجف به کربلا. میبینید صحنه ها رو، جمعیت مردم، اقبال مردم، اون حال و هوایی که مردم از این شور دارن دریافت میکنن. هر کی تو حال خودشه، دنبال یه بهونه میگردن. فقط همه دنبال یه بهونن. کجا یه صحنه کسی یک چیزی راجع به امام حسین بگه، کجا یک ذکری گفته بشه، کجا اسم اهل بیت پیغمبر، اهل بیت امیرالمومنین، اهل بیت امام حسین برده بشه. ببینید چه حال و هوایی. من اگر اجازه بده یکم سکوت بکنم، شما صوت ها رو بشنوید، بذارید با جانتون بازی بکنه یکم. تو این جهان رهاش از دست میاد بالا علی مدد. العجل 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 یا منتقم. العجل 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 یا منتقم. العجل 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 یا منتقم. العجل با نیت فرج بگو با منتقم. السلام علیک یا مظلوم. السلام علیک یا عطشان. السلام
با همه سختی ها باز آقا راه دادی نوکرت ممنونه با همه سختی ها باز آقا راه دادی نوکرت ممنونه هم نوا میشم این شبها با اون که این روزه رو میخونه اون که این روزه رو میخونه نجدی الحسین قتلوه عطشانا ترهوه اوریانا سحقوه عدوانا منتقمه خون حسین صاحب عزای کربلا منتقمه خون حسین صاحب عزای بیا که با تو این جهان بیا که با تو این جهان رهاش همه دستاتون بالا علی مدد هل عجل هل عجل هل عجل یا منتقم اقتدار سپاه خیر الناس اقتدار سپاه خیر الناس السلام علیک یا عباس السلام علیک میگی با من علی اقتدار سپاه خیر الناس السلام علیک باز تو امید بن زهرایی روی چشم همه جا داری تو امید بن زهرایی روی چشم همه جا داری آنچه دارن تمام خوبان به خداوند تو یک جا داری به خداوند تو یک ای امیر القمه تشنه لب سقایی کن تا ابد آقایی کن ما رو عاشورایی کن ای امیر القمه تشنه لب سقایی کن تا ابد آقایی کن ما رو عاشورایی کن بعد تو راحت به خدا سر حسین جدا میشه بعد تو راحت به خدا سر حسین جدا میشه به خیمه ناموس دین دست حرومی با میشه الدخیل 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 یا عباس یا عباس الدخیل همه بگن الدخیل یا عباس به 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 قبول باشه انشالله زیارت همتون قبول باشه قربون این چشمهای اشکبارتون چشمهای بارونیتون این مسیر نجف به کربلا مثل یک دریای مواج تا جایی که چشم کار میکنه دارن میان این عاشقها دارن میان به سمت کربلا جای همتون خالی خب ما توی عمود 1120 هستیم موکب خدام الحسین علیه السلام توی این استودیو البته امشب دیگه آخرین شبیه که اینجا مستقریم و انشالله از فردا توی کربلا محضر شماییم خدمت
دو تا از خادمان عزیز و بزرگوار و پرتلاش موکب خدام الحسین علیه السلام هستیم. معرفی بکنم، یکی از چهرهای دوست داشتنی، یکی از عزیزان، خوش صحبت ها، خوش کلام ها، جناب آقای شاهین فرهنگ محضرشون هستیم به عنوان یکی از خادم ها و خیلی دوست داریم توی این جلسه به عنوان کارشناس محضرشون باشیم. خدمت شما ایم جناب آقای فرهنگ. در خدمت شما هستیم. سلام میکنم به بینندگان عزیز. انشالله که بتونیم حرفای خوبی بزنیم. انشالله. امشب شب خیلی به یاد ماندنی میشه. انشالله. محضر برادر عزیز و بزرگوارم هستیم جناب آقای مصطفی رستمی از خادمان خوب موکب خدام الحسین. سلام علیک بفرمایید با بینندگانمون. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام به همه بینندگان عزیز. انشالله که عزاداریشون قبول باشه. ممنونم. هستیم در خدمت. خب جناب آقای فرهنگ، در خدمت. آقای رستمی، چی بگیم تو این روزهایی که خبر دارم من از چندین روز پیش اینجا مستقرن، دوستان دارن کار میکنن، چی بگیم؟ چجوری خدا قوت بگیم این خستگی از تنتون در بره؟ بزرگواری، داستان کربلا داستان عاشقیه. اگر دوستان بدونن که چه عشق بازی کردن و چه مزدی از این عشق بازی میگیرن قطعا خستگیشون در میره. حالا اگر فرصت باشه دربارش مفصل با هم صحبت میکنیم. اجازه دارم؟ خدمت شما بزرگواری. جناب آقای رستمی، بفرمایید. شما من میدونم از با سابقه هستید توی موکب، میشه یکم از اوضاع احوال این موکب برای ما بگید؟ موکب خدام الحسین تقریبا 10-11 سالی هستش که در عمود 1120 به تعبیر خودمون 11-20 واقع شده. تقریبا زائر شهر دیگه، هر خدماتی که لازم باشه توی موکب خدام الحسین برای زوار مهیا هستش. بله. شاید یکی از برجستگی هاش این باشه که حالت لوجستیکی داره برای مواکب کناری خودش. مواکب کناری خودش، بله. مثلا تولید یخ داره، میان ازش یخ میگیرن و برق رو تولید میکنه خودش، آب رو خودش تولید میکنه، تصفیه میکنه، آب شیرین کن داره. بله. و این کارهای حیاتی که هستش و تو این هوای گرم هم که خیلی لازم هستش رو به مواکب اطراف خودش هم تامین میده، به غیر از اینکه خودش تولید داره و خودش بله زائر داره و بقیه هم این خدمت ها رو ارائه میده. خیلی خوب. جناب آقای فرهنگ، یه روایتی اول شروع برنامه من عرض کردم از قول امیرالمومنین نیازهای مردم. حالا اونجوری که آقای رستمی دارن میگن ظاهرا غیر از زواری که میان توی این حسینیه و توی این موکب به مواکب خدمت میدن. برای چی؟ چرا باید این کارو بکنیم؟ حضرت موسی علیه السلام گفت خدایا چی کار کنم راضیت کنم؟ خدا گفت موسی بگرد روی زمین ببین کی گرهی تو زندگیش داره، برو گره رو براش باز کن. امام صادق علیه السلام فرمودن دوست دارین بدونین دوست خدا هستین یا نه؟ بله. گفتن نشونه دوست خدا اینه که رفع حاجات از دیگران میکنه. طبعا این کارهایی که انجام میشه انشالله ما رو به دوستی با خدا نزدیک بکنه و انشالله روز به روز این توفیق رو بیشتر پیدا بکنه. چقدر خوب. چقدر خوب. جناب رستمی، شما 10 روز خدمت میدید اینجا تمام؟ اینجا کلو یومن عاشورا کلو ارزن کربلا. ما یه اصطلاحی داریم توی خدام الحسین، میگیم زندگی به وقت 40 تا 40. 40 تا 40 تا 40. ما 10 روز میایم اینجا خدمت میدیم. بله. بقیه سال رو تو ایران خدمت میدیم به ولی نعمتان خودمون، به کسانی که شاید به دعای اونهاست که ما اینجاییم الان. چه خدمتی میکنید یعنی شما غیر از این؟ بنیاد نیکوکاری خدام الحسین رو تأسیس کردیم برای این رفع حاجت‌های قشر خاصی از مردم ایران، افراد کم برخوردار دارای معلولیت‌های خاص، بیماران خاص، که اونجا توی طول سال به اونها در حال خدمت دادن هستیم. یعنی همین مجموعی که الان اینجا هست غیر از این 10 روز این خدمات رو دارید میدید؟ بله بله، غیر از این 10 روز کل سال رو در ایران داریم خدمت میدیم. توی چند مرکزمون که حالا توی تهران واقع شده، مرکز امام علی، مرکز یارا، مهرنو، داریم در اونها
به فرشته هامون اونجا خدمت میدیم. میشه بگید یه ذره توضیح بدید اون کارهایی که انجام میدید روی ذره بیننده های عزیز ما بیشتر آشنا بشن؟ یکی از مراکزمون 200 تا فرشته معلول دختر بالای 14 ساله. عجب. که در مرکز امام علی نگهداری میشن، 24 ساعته از اونها مراقبت میشه. هر آنچه که در توان اون هست برای اونها میذاریم. کار درمانی، خدمات فیزیو، خدمات مختلف پزشکی. بله. هر آنچه که لازم باشه برای اونها در اونجا مهیا میشه که اونها بتوانن زندگی کنن. بتوانن که مثل بقیه، درست معلول هستن، بعضیشون فلت هستن، نمیتونن حرکت کنن، لحاظ ذهنی مشکل دارن، لحاظ حرکتی و جسمی مشکل دارن. بله. اما ما برای اونها زندگی تعریف کردیم. فرمودید که از 40 تا 40، یعنی همین دوستانی که اینجا خادمن اونجا خدمت میکنن؟ بخشیشون بله. بخشیشون بله. چون در موکب خدام‌الحسین حدود 800 نفر الان در حال خدمتن. ماشاءالله. خادمینی که هستن حدود 800 نفر هستن. در تهران و ایران خب کمتر از این هستیم ما، اما در اونجا هم خدمت‌های خاصی داره انجام میشه که اگر بخوایم رو بیاریم به خاطره هاش و صحبت هاش و خدمات های گوناگونی که داده میشه، واقعا مفصل هستش که هر جایی که لازم باشه باید در بهش صحبت شه و توضیح داده بشه انشالله. ما جناب آقای رستمی اینجا خب کسانی که توی 40 اومدن و رفتن دارن نگاه میکنن، انواع خدمات داره انجام میگیره، خدمات تغذیه، خدمات فرهنگی برای اسکانشون، حتی برای ترمیم جسمشون، برای پاهای خستش، خدمات مختلفیه. یه چند نمونه از خدماتی که اونجا شما دارید انجام میدید رو بفرمایید. بله. ما یک سری خدمات خاص توانبخشی داریم. بله. که پیرامونش گفتار درمانی، کار درمانی، فیزیوتراپی، روانشناسی، روانپزشکی، پزشکی، حتی اینها هستش. یک سری خدمات جانبی هم دارن این دوستان. معیشتیشون هستش. بله. بسته های به قول معروف تحصیلی برای افراد خانواده هاشون هستش که میخوان تحصیل کنن. ما چند تا از مدارس استثنایی اطراف تهران رو هم پوشش میدیم. چقدر خوب. که عزت نفس داشته باشن این بچه‌ها، که بعدها اگه وارد جامعه شدن یک مهارتی رو داشته باشن. ما اینها رو آوردیم زیر پوشش بنیاد نیکوکاری خدام‌الحسین که بتوانن درسته که معلول هستن، درسته که کم توان هستن، اما بتوانن حداقل سربار جامعه نشن. میتونم آقا مصطفی صدا کنم شما رو؟ سلامت باشین. آقا مصطفی الان توی مسیر که می آمدید، خودتون اومدید تو مسیر تا برسید برای خدمت. بله. دوست داشتید جای کدومی که از این بچه‌ها قدم بزنید؟ یه فرشته‌ای داریم توی مرکز امام علی، معصومه. این فلته. یعنی چی؟ یعنی اصلا نمیتونه تکون بخوره، هیچ حرکتی نداره، کلاً فقط از گردن به بالاش در حال به قول حرکت هستش و میتونه نگاه کنه و صحبت کنه. صحبتش هم نه صحبت واضحی باشه اما قابل فهم هستش. الان اگه بخوای شما یه جمله از جانب اون بگید چی میگید؟ خیلی دوست داشت. خب اصلا یه دختری هستش، یه فرشته‌ای هستش که مذهبیه. یعنی میگه من کاشکی میتونستم روزه بگیرم. عجب. 40 کیه. همیشه دوست داره واسش تسبیح ببریم، دوست داره ذکر بگه، اما دستاش کار نمیکنه، نمیتونه. بعضی موقع مادریارا میان اونجا، میخواد ازشون که کنارش باشن، مثلا بگه که خب یه ذکری با هم بگیم، یه صحبتی کنیم، روزه واسش بذارن. چند وقت میشه که وارد بخش شده بودن دوستان، دنبال یه دستگاه صوت بود که میگو برام روزه بذارید، محرم هستش، دوست دارم روزه گوش بدم اینجا. عجب. حالا ای کاش میشد یه موقع ما هماهنگی میکردیم، الان توی اون بنیاد، توی اون مجموعه این تلویزیون روشن بود، ما رو میکردیم به این معصومه خانوم فرشتمون. فرشته میگید شما بهشون؟ ما به همشون میگیم فرشته. رو به این فرشته میکردیم، میگفتیم اینجا هم به نیابت تو، هم به نیابت همه اون دوستان دیگه ای که توی اون بنیاد دارن زندگی میکنن زیارت میکنیم.
به نظرم میاد حالا برای اینکه یه مقداری حال هوای اون مجموعه رو ما ببینیم، چون یه مقداری بیگانه ایم گاهی اوقات با این فضاها، یک تصاویر رو عزیزان من آماده کردن، یه رفت و برگشت داشته باشیم، یه مقداری ببینیم اون فضا رو، برگردیم دوباره محضر سروران هم باشیم. به نام خدا، من امینی هستم، فیزیوتراپیست مرکز امام علی. مشکل بچه‌ها اینجا زیاده، هم مشکل جسمی داریم هم مشکل ذهنی داریم، یعنی دو تا مسئله است که ما اینجا درگیرش هستیم. اولین باری که اومدم اینجا فرداش گفتم دیگه نمیام، دوست نداشتم، به خاطر اینکه یه طوری بود محیطش که منو یکم ترسوند. ظرفا رو میشورم، لباس رو تا میکنم، ملافه تا میکنم، بگم لباس تا میکنم، دیگه همین. آرزو دارم که از اینجا یه چیز خیلی اینجا قشنگه، بچه‌ها اینجا صدات میکنن مامان. وقتی که صدات میکنه مامان دیگه چه نسبت بهش بی تفاوت باشی، این قشنگش میکنه. مثلا من خودم هم که مادرم، دوست دارم مردم خیلی فکر نکنن که بچه‌ها اینجا احتیاج به دلسوزی، احتیاج به ترحم دارن. از این خیلی بدم میاد. از این بچه بعضی وقتا نمیفهمه معلوله، شما این کارو میکنی بدترش میکنی. خواهش میکنم عادی رفتار کنین، بدون دلسوزی، بدون ترحم، ولی حمایت کنین بچه ها رو، چون بچه ها خیلیشون خانواده ندارن و احتیاج به حمایت و محبت ما دارن. به ذره‌گر نظر لطف بوتراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. خوش به حال شما جناب آقای رستمی. دیدیم معصومه هم دیدیم. الان اگر بخواید رو به کربلا حرف بزنید با امام حسین، رو به کربلاییم الان ما، از جانب او چی میخواید بگید به امام حسین؟ گفتش که میرید بگید ما خیلی حاجت داریم، حاجت ما رو هم خدا بده. این جملهش همش توی گوشمه و اونجا همه حاجتهای خودم یادم رفت. یعنی وقتی رفتم کربلا هیچی یادم نمی اومد که چی بگم. هر کی به همون گفت التماس دعا بازم یادمون رفته بود. فقط این بچه ها جلو چشم بودن که یکیشون به هم گفته بود که التماس دعا خیلی داریم. ای جانم معصومه جان، همه دخترای گلی که نشد بیاید، انشالله ما به نیابت شما اینجا قدم برمیداریم، ما به نیابت شما اینجا خدمت میکنیم، ما برای شما انشاءالله زیر قبه ابو عبدالله دعا میکنیم. جناب فرهنگ، حال هوایی صحبتایی رو میکنن، خدمت یعنی چی؟ انگیزه ها چیه؟ راجع به این برامون که حرف بزنید. به نظر من کاری که دوستان میکنن اقامه اربعینه. علامه طباطبایی میگن اقامه یعنی این که برپا داری یک کاری رو که آثارش نتایجش رو ببینی. بله. ما نمازم میگیم اقامه نماز، عدلم میگیم اقامه عدل، یعنی دیگه ردی از ظلم نمونه. یعنی این با اینکه ما میگیم نماز میخونیم الان این فرقی داره با بله اقامه؟ بله. من 40 رو بگم،
ما توی اربعین خدمات رسانی میکنیم، هوای همدیگه رو داریم، هیچ کس رو نمیذاریم محتاج به چیزی باشه. اگه این درس رو بگیریم تا 40 سال بعد باش زندگی بکنیم، داریم 40 رو اقامه میکنیم. توی زیارت امام حسین علیه السلام میخونیم که شهادت میدم شما نماز رو اقامه کردی. بله. یعنی بله. چی؟ ما اول نماز نیت میکنیم، میگیم خدای برای تو میخوام این 2 رکعت نماز 4 رکعت نماز بخونم. رجب علی خیاط شاگرد داشت عبدالکریم، اون موقع اتوها زغالی بودن، در اتو رو باز میکردن، زغال گداخته میریختن، اتو میکردن. خب یکم که اتو میکردن زغالا سرد میشد، یه سوراخی پشت اتو بود و یه شیار یوشک که بعد فوت میکردن توی اتو، دوباره این زغالا زغالا گر بگیره. رجب علی میگه عبدالکریم بلدی چجوری فوت کنی؟ میگه آره استاد. میگه چجوری؟ لبمو قنچه میکنم فوت میکنم. میگه بلد نیستی، لبتو قنچه کن برای خدا فوت کن. دیدی بلد نبودی؟ عجب. وقتی میگیم اقامه نماز یعنی هر آنچه که نماز به ما میآموزد در زندگیمون این رو رواج بدیم، شکل بدیم. امام حسین علیه السلام برای خدا قیام کرد. دستمون رو میبریم بالا توی تکبیرت الاحرام، تکبیر میگیم محرم میشیم. این حاجیایی که محرم میشن خیلی چیزا بهشون حرام میشه. یعنی چی؟ یعنی توی نماز نمیتونی غذا بخوری، نمیتونی حرف بزنی، نمیتونی فیلم ببینی. خب ما میخوایم نماز رو اقامه کنیم. بالای 40 بار در قرآن گفته شده نماز رو اقامه کنید. یعنی زندگی حرمه، تو هم محرمی. بنابراین تو زندگیت ظلم نکن، غیبت نکن، تهمت نزن، توی مسیر درست حرکت بکن. وقتی دستو میبریم بالا میگیم الله اکبر، تو رو میخوام انقدر بالا بیام، انقدر اوج بگیرم که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. بنگر که تا چه حد دست مکان آدمیت. اومدن به آقا ابوالفضل پیشنهاد دادن، اماننامه دادن، بیا اینو بهت میدیم اونو بهت میدیم. نپذیرفت. چرا نپذیرفت؟ چون ایشون نماز گزار بود نه نماز خوان. داستانش چیه؟ توی نماز میگیم ایاکن نعبد، فقط بنده توییم. خب توی نماز وقتی این رو میگیم یعنی چی؟ یعنی بنده زور، بنده زر، بنده قدرت، بنده شهوت نیستم. سلطان محمود غزنوی غلامی داره به اسم عیاض. بله. عاشق این غلامه. همه بهش میگن یه غلام سیاهیه، بابا هوای ما رو داشته باش. میگه نه، این با شماها فرق داره. چه فرقی داره؟ یه روز دستور میده بزرگترین گوهر خزانه رو بیارید. میده دست اولین وزیر، میگه بزن زمین بشکن. میگه قربان من این کارو نمیکنم. نفر دوم، سوم، چهارم هیچکی زیر بار نمیره. میگه برین عیاض رو بیارید. عیاض این گوهر رو بزن زمین بشکن. میزنه زمین، پودرش میکنه. همه درباریا بهش حمله میکنن. میدونی قیمت این چقدر بود؟ عیاض میگه میدونین قیمت فرمان مولاتون چقدر بود؟ شما فرمان ولی نعمتتون رو شکستین. من یه تیکه شیشه رو شکستم. من ز امر شه شکستم در او، گفته او در است و این دانم نکو. امام حسین علیه السلام حاضر شد خودش عزیزانش شکسته بشن اما فرمان خدا شکسته نشه. بنابراین من میگم امام حسین دقیقا نماز رو اقامه کردن و ما اگر در این مسیر قدم برمیداریم فقط نباید 4 روز برای به سمت کربلا بریم و بعد بگیم خب 40 هم ما یه پیاده روی کردیم. اقامه کننده 40 باید باشیم. یعنی چی؟ ما تو نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به راه راست هدایت کن. چرا نمیگیم ما رو به راه کتابت، به راه پیامبرت، به راه دینت هدایت؟ توی ریاضیات میگیم نزدیکترین فاصله بین 2 نقطه خط راسته، خط مستقیمه. یعنی خدایا کج و کله نمیخوایم بریم، بیراهه نمیخوایم بریم، خط راسته کدومه؟ توی خطبه قدیر فراز 7 رسول خدا فرمودن صراط مستقیم منم، بعد از من علیه، بعد فرزندان من از نسل علیان، اول فراز 8 میگه و آخرینشون مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف. پس اگه ما میخوایم اقامه کننده 40 باشیم، تو صراط مستقیم باشیم، یعنی 40 تموم شد تا 40 بعد باید تو مسیر 14 معصوم باشیم. جناب آقای فرهنگ، من این به ذهنم اومد، اینکه میگیم خوشا آنان که دایم در صلاتند. آفرین. یعنی چی ترجمهش؟ آیا همینی که الان دوستان ما دارن میگن ما از اینجا برمیگردیم میریم توی ایران شروع میکنیم 24 ساعت تو طول سال خدمت به خلق؟ یعنی چی؟ آیا اینا میتونیم جزء اقامه بدونیم؟ این اصلا دقیقاً آیه قرآنه که نمازگزارها دائم در نمازن.
داستان اینه که هر درسی که نماز به تو میده این درس رو بگیر، برو باهاش زندگی کن، اثرش تو زندگی دیده بشه که بشی اقامه کننده نماز. شما وقتی که سجده میرین با خاک یکسان میشین، صفر، هیچ، انگار داشته ها تو از دست دادی. حالا میخوای بلند شی، میگی به حول الله و قوته، به یاری و قوت خدا اقوم، بلند میشم و اقعد، اگه دوبارم بشینم، اگه بازم زمین گیر بشم، تا به خدا تکیه میکنم بلند میشم. کسی که تو مسیر 40 میاد نمیاد بگه امام حسین زمین گیرم، امام حسین اجاره خونم، امام حسین بچم. به حول الله و قوته. تو از الان تا 40 بعد اقامه کننده 40 باش، اقامه کننده نماز باش. بگو خدای زمین خوردم، خدای شکست خوردم، خدای نیست و نابود شدم، به تو تکیه میکنم، دوباره بلند میشم، بازم ادامه میدم. جناب فرنگ، من با اون ذوقی که از شما خبر دارم و خیلی من کیف میکنم با بعضی از مثالهای شما، میشه این مقدار برای بینندگان ما بعضی از مثالهای روزمره زندگی ما رو که از صبح تا شب داره برای ما اتفاق میفته، اینها رو با این عبارت اقامه، یعنی چی؟ من وقتی که رکوع میکنم، رکوع من توی زندگی شخصی من چی میشه؟ الان سجدم چی میشه؟ این که من سوره حمد رو میخونم، شکل اقامه ایش الان توی عالم مادی من چی میشه؟ چی کار بکنم من؟ بسیار. ما مثلا توی نماز میگیم ایاک نستعین، فقط استعانت، یاری، کمک رو از شما میخوام، نه از کس دیگه. خیلی خوب، من الان توی جایی گیر میکنم، دنبال پارتی میگردم، دنبال پول هستم که باهاش کارم را بندازم و بعد میگم خدای فقط از تو میخوام. اگر اقامه کننده نماز بودم میرم در خونه خودشو میزنم، نه اینکه سراغ مردم نرم، میرم ولی اونا رو مؤثر نمیدونم، واسطه میدونم. اینا واسطن، اثر بخش کس دیگه است، روزی رسان کس دیگه است. بله. شما اگه یک پرونده‌ای داشته باشید که خیلی کارتون گیره، یعنی میگین همین روزاست که برم زندان، میرین سراغ یه وکیل، اونم یه وکیل متبحر، وکیل ناز میکنه، کلی پول ازتون میخواد، میگه فعلا که وقت ندارم 2 ماه دیگه بیا. بعد حالا پرونده رو بهش نشون میدین، یه ورقی میزنه میگه همین من 1000 تا سخت‌تر از اینو حل کردم، برو تبرئت میکنم. ما اون شب راحت میخوابیم، یه غذایی میخوریم که لذتی ازش میبریم. خدا 9 بار تو قرآن میگه منو وکیل خودتون قرار بدین، 3 بار تو قرآن میگه انقدر وکیل خوبیم، نعم الوکیل. و بعدم میگه من غنی عن العالمین، ببین هیچی ازتون نمیخوام. خب حالا اگه من قرار باشه که نمازگزار باشم، وقتی که میگم به حول الله و قوته، میگم خدای تو وکیلمی، خیلی هم وکیل خوبی هستی، هیچی هم که نمیخوای، پس امیدم به توه. همین امروز ما داشتیم شربت میدادیم، یه دوستی اومد به من گفت که من قصد کرده بودم از این سفر که برگردم خودکشی کنم. من اصلا تعجب کردم، گفتم چرا؟ گفت این گیرو دارم، این گیرو دارم، این گیرو دارم. گفتم حواست هست کجا اومدی؟ حواست هست داری برای چی قدم میزنی؟ براش توضیح دادم، به خدا تکیه کن، بلند شد. اصلا برقو توی چشماش میدیدم. این میشه نمازگزار. خدای میدونم که دستمو میگیری. شما بچه رو میندازی بالا، داره سقوط میکنه، میخنده، چون میدونه یکی هست که تو هوا اونو بگیره. اما ما داریم سقوط میکنیم، میگیم خدایا منو یادت هست؟ حواست هست یه بندم اینجا داری یا یادت رفته؟ اگر ما اقامه کننده نماز باشیم، وقتی میگیم ایاک نستعین، مطمئنیم که دستی هست که ما رو بگیره و اون یدالله. چقدر قشنگ، چقدر خوب. امشب همه چی انگار با هم فراهم شده برای اینکه اوج بگیریم، برای اینکه پرواز بکنیم. کجا؟ تو طریق نجف به کربلا، عمود 1120، موکب خدام الحسین. این نور، این شور، این حال و هوا، این معارف. میخواد یه لحظه بریم برگردیم توی این موکب. برنامه‌های متعدد فرهنگی داشتن، یه سرودی رو آماده کردن بچه‌ها اینجا، اینو با هم دیگه ببینیم و برگردیم.
خدمتك يا حسين مثل دقة قلبي وياي على حبك شايل الراية أهل خدمتك نذروني حبك يا حسين راضعوني خادمي لكل عمري سموني أصيح هلا بزوار الحسين هلا هلا بكم والعائلة هلا بمشايخ كربلاء أصيح هلا بزوار الحسين هلا هلا بكم والعائلة هلا بمشايخ كربلاء بیا تو الهو ببین عشقو ببین تشکیل دریا رو خانمای ما که بازم دارن میبوسن پای زهرا رو به پای حمد جاده نجف تا کربلای تو شهیدامون همه چه عاشقونه میشدن فدای تو حسین یاد قسم و برای قدس و با دام نیت ظهور لبیک یا حسین جواب عاشقاست ندای تو حسین اگه با حسین دادی دست حساب کارت هرچی هست پای مادرش فاطمه است بیا اگه با حسین دادی دست حساب کارت هرچی هست پای مادرش فاطمه است امام عسکری علیه السلام فرمودن که نشانه مؤمن چند تا چیزه. یکی از اون نشانه ها رو فرمودن زیارت اربعین امام حسین علیه السلامه. توی زیارت چه خبره؟ چه اتفاقی داره میفته؟ میخوان ما رو آماده برای چه چیزی بکنن؟ من برداشتم اینه اون چیزی که ما رو دارن براش آماده میکنن، اون چیزی که دارن ما رو براش آماده میکنن شاید این باشه، همین چیزی که شاید کارشناس محترم ما هم فرمودن باید اقامه کرد این اربعین رو، یعنی فقط صرف این 40 روز نباشه، این 10-15 روز خدمت اینجا نباشه، این باید گسترش پیدا بکنه، بست پیدا بکنه، بیاد توی کل سال ما، بیاد توی تمام شهرها و بلاد و کشورهای ما. چقدر قشنگ میشه. میخواید یه لحظه، میدونم گاهی اوقات دلتون میره این صداها رو که گاهی اوقات میشنوید، چون ما اینجا این صدا رو کامل داریم، یه لحظه بریم این چارپای خونی رو دوباره گوش بدیم و برگردیم بیایم تو استودیو. یه روز میای علم به دوش سر میرسه یله علی میلرزونه عالمی رو با نعره های حیدری جار میزنه منم پور علی مرتضا منتقم خون حسین شهید دشت کربلا امید عالم تویی
با ساله ابا ساله امید عالم تویی همه منتقم حسین تویی و اکثر الدعا منتقم حسین تویی ابا صالح آقا روح دعایی ابا صالح دستتو بیار بالا ابا صالح. زیارت همتون قبول باشه انشالله. توی عمود 1120 هستیم ما، استدیوی خدام الحسین علیه السلام. جناب آقای رستمی، مهمان عزیز و بزرگوار ما که هم سمت خادمی توی موکب خدام الحسین دارن و هم قائم مقام بنیاد نیکوکاری خدام الحسین هستن. میشه برای ما بفرمایید این حجم عظیم از فعالیتی که اینجا شما دارید انجام میدید توی برهه‌ای ظاهرا توی چند وقتیه توی این ایام 40، خب بعد دیگه تو طول سال اینجا اتفاقی نمیفته؟ خدمتتون عرض کنم که در حال ساخت هستیم در موکب خدام الحسین عمود 1120. تقریبا یه حجم 3000 متری رو بردیم زیر ساخت و در حال تکمیل شدن هستش انشالله. یک مقداری هنوز مونده سازمون که به بهره برداری برسه. وقتی که بهره برداری بشه میخوایم افتتاحیه‌اش رو با فرشته هامون داشته باشیم، با برخی از این بچه های استثنائیمون که میتونن بیان. عجب، یعنی اینا میتونن سفر بکنن؟ بعضی از اینها رو ما یک سفر مشهد بردیم. چقدر خوب. به همراه مادریاراشون. مادریارا یعنی کیا؟ مادریارا خیلی مظلومن توی مجموعه ما، خیلی زحمت کشن. شاید ما که اینجا نشستیم باید واقعا دارم میگم از زحمات این قشری که برای ما کار میکنن و زحمت میکشن تشکر کنیم. ما حدود 70-80 تا حداقل مادریاری داریم که از این 200 تا فرشته 24 ساعته پذیرایی میکنن ماشاءالله و خدمت رسانی میکنن. خودمون میدونیم اگر یک معلول توی خانواده باشه چند نفر رو درگیر میکنه. حالا ما 200 تا اونجا داریم دختر زیبا که فرشته بهشون میگیم، حالا با دستای این مادریارا کاراشون انجام میشه. دوست دارید اگر اینجا ساخته شد اولین کاروانی که میارید دوست دارید کیو باهاش بردارید بیارید تو این حسینیتون، تو این موکبتون؟ واقعیتش دوست دارم همه فرشته هامون بیان اما نمیتونن. خیلی هاشون واقعا قابل جابجایی نیستن یا ما در توانمون شاید نباشه، علاوه پزشکی هم شاید درست نباشه بخوایم اونها رو انتقال بدیم. اما یه دختری داریم، یه فرشته داریم، سهیلا، نابیناه. بله. یه قسمتی از بدنش هم باز معلولیت خاصی داره، با یک دستش کار میکنه. ما وقتی که اومدیم توی مرکز این دختر خانوم بودش، هیچ کاری نمیتونست انجام بده. الان با دستش، با یه دستش لباس تا میکنه. خب نابیناه، تفاوت شلوار رو متوجه میشه. چقدر خوب. با پیراهن. چقدر خوب. بچه‌ها داشتن فیلمشو واسم میفرستادن، نگاه میکردم چون خودم خیلی سعی میکنم کمتر تو بخشا برم. نگاه میکردم میدیدم مثلا سمت راستش رو پیراهنا رو میذاره، سمت چپ شلوارا رو میذاره. بعد توی این فیلم داشتم نگاه میکردم دیدم یکی دو تا تیکه از لباسا رو هم میذاره زیر پاش. بعد پرسیدم از کارشناسمون، گفتم که این چیه؟ گفت میبینه اینا لطیف داره میخواد برای خودش برداره، یعنی میگه که من ازشون استفاده کنم. چقدر خوب، چقدر خوب. اینم دوست داریم مثلا اینجور از بچه هامون رو اگر بتوانیم بیاریم برای اینجا انشاءالله. الان توی قبل از 40 29 تا دانش آموز استثنایی رو بردیم مشهد، خیلی به همون کیف داد. خیلی خوب. خب خیلی یکم وقت ما داره کم میشه، من دوست دارم محضر جناب فرهنگ یه مقدار بیشتر استفاده هم بکنیم. بزرگواری. های فرهنگ، این روایتی که حضرت فرمودن که نعمت
این حاجت مردم سمت شما نعمته. یعنی چی؟ ما گاهی اوقات آدما وقتی میخوایم چیزی از خودمون بدیم یکم دردمون میگیره، یکم سخته، کندنه سخته، اذیتمون میکنه. من چجوری نعمت ببینم؟ یعنی یکی بیاد از من چیزی بخواد. بسیار عالی. برگردیم توی بحث اقامه 40. بله. شما توی این مسیر گرسنه میبینید، تشنه میبینید، سرگردان میبینید، کالسکش خراب باشه درست میکنن، موبایلش ایراد داره چک میکنن، اینترنت رایگان در اختیارشونه. بله. التماس میکنن تو رو خدا بخور، تو رو خدا بگیر، تو رو خدا بیا اینجا اسکان پیدا کن. اینجا ما داریم یه تمرین میکنیم برای مدینه فاضله، برای آرمانشهر، برای اون جامعه‌ای که قرار منتظر ظهور باشد. وقتی که اینجا داریم این کارو میکنیم نه کسی پولی میده، نه کسی پولی میگیره، نه کسی گرسنه است، نه کسی خسته است ماساژش میدن، پتو بهش میدن، جای خواب میدن. داستان اینه که اون کمکی که قراره به هم بکنیم برای اون آماده شدن جامعه ظهور است. جامعه‌ای که دیگه توش فقیر نباشه، جامعه‌ای که دیگه توش محتاج نباشه. باز میشیم اقامه کننده 40. من جمله قشنگی از آقای رستمی الان شنیدم. اون لباس لطیفا رو میذاره زیر پاش که برای خودش نگه داره. یه آدمای لطیفن، این آدم لطیفا به دیگران کمک میکنن، خیر میرسونن. خدا میگه تو مال منی، ان الله اشتری من المؤمنین، مشتریت خودمم، من تو رو میخرم. یه دوستی داشتم میگفت رفته بودیم مشهد، بعد به خانمم گفتم ببینین خونهایی که دور حرمن خیلی قیمتشون باید بالا باشه. بله. گفت آره، حالا ببین اگه ما به خدا نزدیک بشیم چه قیمتی پیدا میکنیم، چه لطیف میشیم، چه اوجی میگیریم تو اون تکبیرت الاحرام، چقدر بالا میریم و چقدر خدا خریدار ما خواهد شد. شما بادکنک رو توش هوا بکنید، بله. میزنین زیرش 2 متر میره بالا میاد پایین، توش هلیوم بکنید میره تا دیگه دیده نمیشه. بله. تا وقتی این هوای نفس در درون ماست همچین بالا نمیریم. اما اگه وجودمون رو کردیم پر از خدا، چجوری؟ با خدمت به بنده های خدا، اون وقت اونقدر اوج میگیریم که میشیم رفیق خدا. چقدر عالی، چقدر عالی. ما دیگه به انتهای برنامه داریم تقریبا نزدیک میشیم. از یکی از صحبت‌های جناب فرهنگ وام میگیرم. یکی از اون کسانی که اقامه کردند دین خدا رو، شهدان. چقدر خوبه ما اینجا یاد بکنیم همه شهدا رو، شهید جمهورمون، شهید رئیسی رو که چقدر خدمات برای این 40 انجام دادن، شهید حاج قاسم سلیمانی و همه شهدا رو. امشب هم روایتگری دارن دوستان ما توی موکب خدام الحسین. میخوام خداحافظی بکنم با همتون دیگه. ما از فردا شب توی کربلا انشالله خدمت شما هستیم. من با شما خداحافظی میکنم، با کارشناس‌ها و خدام و بزرگوار موکب خدام الحسین خداحافظی میکنم. اما شما پای گیرنده ها باشید، این روایتگری رو از دست ندید. خدا پشت و پناهتون باشه. یا علی مدد. جنگید که نذاش هیچ شروری خواب راحت داشته باشه. اینقدر جنگید که خواب از چش اشرار گرفت که اون زمانی که زلزله بم رو لرزوند خیلی ها آواره شدن و بی خانمان، اما اولین کسی کف میدون حضور داشت حاج قاسم بود. نذاش مردم احساس تنهایی کنن، اونم دست و دست رفیقش. کدوم رفیق؟ احمد کاظمی. چه اون زمانی که گرد غریبی رو روی حرم شاه ولایت امیرالمومنین دید، دلش شکست، برگشت ایران و شد یکی از مؤسسین ستاد بازسازی عتبات عالیات. حالا ما هر 40 انشاءالله نایب الزیارشیم. چه اون زمانی که هواپیمای سپاه به ارتفاعات سیرج خورد سال 82، همه رفقاش شهید شدن، باز حاج قاسم کف میدون بود، رفت رفقاش رو از کوه برد پایین. چه در دفاع از حرم‌های اهل بیت، حرم حضرت رقیه، حرم حضرت زینب، یا نه چه اون زمانی که خوزستان سیل اومد، باز حاج قاسم کف میدون بود، با ابو مهدی المهندس و بسیجی‌های جهان اسلام نذاشت که مردم احساس تنهایی کنن. بابا این ستاره ها اصلا مرز ندارن. کوه باشی، سیل یا باران چه فرقی میکنن؟ سرف باشی، باد یا طوفان چه فرقی میکند؟ مرزها سهم زمینند و تو اهل آسمان، آسمان شام یا ایران چه فرقی میکند؟ قفل باید بشکند، باید قفس را بشکنیم، حسر از زهرا و آبادان چه فرقی میکند؟ هان مرز ما عشق، هر جا اوزانی تربت